من وقتی در تاریخ اسلام مراجعه میکنیم جناب حاجی آقای زنجانی، ما وقایع میبینیم که خود صحابه قرآن ها را آتش زدن، احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را آتش زدن. اولین کسی که قرآن ها را آتش زد خود جناب عثمان ابن عفان بود و این دستجریانش در بخاری جلد 6 صفحه 99 آمده. شما نقش عثمان را در این کارها چی میدونید آقا؟ آیا کسی که خدا و پیغمبر را قبول داره به خود چطور جرأت میده قرآن ها، مصاحفی که به املاء رسول خدا بوده، به خط کاتبان وحی از اصحاب رسول خدا که هر یکی اونها از عثمان در قرآن کریم عالمتر بودن، مانند ابن مسعود، مانند ابن ام عبد و بقیه، چطور این قرآن ها را آتش زد و تمام این نسخه ها را برای همیشه از بین برد؟ این چه توجیهی میتونه داشته باشه؟ اون چی که ما اطلاع داریم این است که پیغمبر گرامی اسلام به صورت قطع و یقین تأویل و تفسیر و وجوه قرآن رو به علی علیه السلام املا فرموده بوده، جزء متواترات چیز هست. آنچه که آیات نازل می شد به همون روز تأویل و تفسیر و بطون و وجوه را به علی ابن ابی طالب در 2 جلسه املا می‌فرمود. یکی شب بوده، یکی روز بوده. جزء مسلماتی است که جناب عایشه نقل کرده این قضیه رو. آن کسانی که با علی علیه السلام ارتباط داشتند، با اهل بیت ارتباط داشتند، کنار آیات و مصحف ها، آنچه که امروز ما میگیم جلد قرآن، از اهل بیت تأویل و تفسیر رو یادداشت میکردن. ما به این نتیجه رسیدیم اون کسانی که تحت اشراف خلفا نبودند کوشش میکردن معانی آیات رو از اهل بیت بگیرن، چون پیغمبر آنقدر صلوات الله و سلام علیه در رابطه با علم علی، اشراف علی به قرآن فرموده بود علی علیه السلام به جای پیغمبر مسلم شده بود برای کسان خاصی. حاجی آقا امین توجیه حضرت علی و توجیه خیلی از علما. اجازه بدید این جمله را تکمیل کنم. اون صحیفه های خاصی بوده که در کنار آیات روایات را از اهل بیت می گرفتن. نه علاقه نداشتن. حرف اینجا نیست، نه اینطوری نبوده آقا. این خلاف علاقه نداشتن. اون مصحف هایی که اجازه بدید خود مصاحف قرآن را آتش زد. این آقا در صحیح بخاری جلد روایتش مقابل چشم منه، خود قرآن را آتش زد، نه اینکه تفسیر را آتش زده باشه. آقای الله یاری سوال کردی اجازه بده. بفرمایید. سوال نمی کردی، اگر سوال کردی اجازه بده. بفرمایید. حرف باطلا باشه باید گوش کنی، اجازه بده. بله بفرمایید. اون صحیفه هایی که دست دیگران بوده اونها می آمدن به دلیلی که در حاشیه این روایات آیات تعویل ها تفسیر ها که از اهل بیت گرفته شده بود، اینا نمیخواستن این مصحف رسمی بشه. این عرض من بود. فهمیدم آقا. این فرمایش شما خلاف آنچه یک در تاریخ آمده جناب استاد علامه. آن چیزی که جناب عثمان شما جلد 31 بهار الانوار متن هفتم از متاعن خلیفه سوم. آقا جان اجازه بده اون تاریخ رو ما دیدیم جناب. اون تاریخ رو ما دیدیم، گوش بکنید محصول تاریخ را جمع کردیم. این آقایان میخواستن مصحف خاصی که اون روایاتی که در نه آقا حرفم اینجا هست. شما اینو روی روایات شده بود. آقا روی روایات چرا میبرین؟ این صحیح بخاری روایت من براتون بخونم. این روایات این روایات در کنار آیات که چاپ به قول معروف نوشته شده بود این رسمی نشه. دیدید که الان هم مشهور است که اون چاپ اجازه بفرمایید آقا. اجازه بفرمایید. آنچه که به خط عثمان بوده، اجازه بده، این که الان بین همه مسلمین شایع جناب آقای الله یار شایع این است این نسخه موجود نسخه عثمانه. اینایت فرمودید؟ بله. چرا نسخه عثمان را مشهور کردن؟ این نسخه دارای احادیثی که در فضل اهل بیت آمده، یعنی 1154 آیه در رابطه با اهل بیت ما داریم. مرحوم بهرانی در اللوام اجازه بفرمایید آقا. اجازه بفرمایید. مطلب شما رو من کاملا گرفتم آقا. شما مطلب رو میبرید روی روایات. مصاحف که بوده مصاحف خود قرآن کریم بوده که آتش زده. این از واضحات و بدیهیات. آقا شما جلد 31 بهار الانوار متن هفتم از متاعن عثمان را ببینید. این که حدیث را آتش زده آقا این یک مبحث جداگانه هست. مصاحف اختلاف در مصاحف که بوده. شما تفسیر قرطبی جلد 1 را اونجا در باب
ترتیب آیات شما اون بابش ملاحظه بفرمایید، اونجا بیان میکنه که عبدالله ابن مسعود مذهبش اصلا ترتیبش با این ترتیب عثمان فرق داشته. به این نکته ها دقت کن آقای من فهمیدم نکات شما را حاجی آقا، نکات شما را من قبول ندارم. این که شما میگید اختلاف مصاحف در روایات در حواشی بوده، این را من قبول ندارم. این توجیهات علمای عامه هست که بعداً آوردن وارد کردن، و الا اختلاف در مصاحف در حذف و اسقاط کلمات در خود مصاحف. حالا همین خدمت شما عرض می‌کنم، مذهب ابن عباس در خودشان روایت کردن، حدیث صحیح هم هست در مستدرک و صحیحین، اونجا آمده در آیه 24 سوره مبارکه نساء اینجوری خود عامه روایت کرد. اجازه بدین آقا، اجازه بدین، اجازه بفرمایید یک کلمه، اجازه بفرمایید آقا، اجازه بفرمایید یک کلمه. در سوره مبارکه نساء آیه 24 در صحیح در مستدرک و صحیحین حاکم نیشابوری نگفته در حاشیه بودن، نگفته در تفسیر، اینو بعداً اضافه کردن از پیش خود علما، چون مرعوب این امر شدن که اگر ما این حرف را بگوییم ما را متهم به تحریف قرآن کریم میکنن. نه، حرف اینه آقا که در خود کلمات قرآن حذف و اسقاط. شما حالا ببینید در همین حدیثی که آورده در این روایات خیلی زیاده، و فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن الی اجل مسمى. اجازه بدین آقا، خواهش میکنم اجازه بدین حرف تمام بشه. جناب آقای زنجانی یک کلمه حرف مرا گوش بکنید شما. الی اجل مسمى این را در خود مصحف بوده، نه این که این اجل مسمى در حاشیه بوده، حاشیه را آتش زدن. خود مصحف قرآن کریم را این بله، و امر بما سواه من القرآن فی کل صحیفه او مصحف ان یحرق. این نص صحیح بخاری جلد 6 صفحه 99. عثمان قرآن ها را آتش زد، نه اینکه تفاسیر قرآن و روایاتی که در حواشی قرآن بود اینها را آتش زد. این من فهمیدم حرف شما، این مطلب شما را قبلا شما چند بار بیان کردید آقا، و این مطلب علماء عامه هست آقا که اونا گفتن، و ما الا مطالب علماء ما بود در بهار آمده. دقت کن من چه گفتم. میگم آن مصحف هایی که در حواشی راجع به فضل اهل بیت در نه آقا اجازه بدین. خب اینا همه سند میخواد. شما میفهمید در اون حواشی چیزایی بود، خود مصحف با هم اختلاف داشته آقا. خود مصاحف اینا خود در صحیح بخاری چندین روایت آقا، شما اگر حالا حضور ذهن ندارید من خدمت شما عرض کنم. چندین روایت از عمر ابن الخطاب، از عبدالله ابن مسعود می آمد میگفت من قرآن را میخواندم طوری در مسجد دیدم که کسی دیگر آیه سوره رو کاملا طوری دیگر میخونه. من خیلی ناراحت شدم، گفتم چرا این قرآن را اینطوری میخواد؟ پیش رفتم پیش رسول خدا، گفتم قرآن را به ما اینطوری یاد دادید، این آقا اینجوری میخونه. رسول خدا گفت اون درسته. خود میگوید در دل من شک پیدا شد در رسالت پیغمبر، این چرا اینطور قرآن را اینجوری به من یاد داده، دو جوری، یک نفر را یک جوری یاد داده، یک نفر را جوری دیگر یاد داده. من از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم من عرق گرفت. رسول اکرم متوجه شد که من این دردم، رسول اکرم فرمود به من که اینطوری نیست، این را خود جبرائیل به من دو جوری را به من یاد داده. لذا در بین خود مصاحف اشتباه بوده، در بین خود قرائات اشتباه بوده، و این قرائات را همگیش را عثمان از بین برد. جناب آقا نیست، حرف این نیست که روایات و احادیث که درباره قرآن کریم در تفسیر قرآن به اونا را آتش زده، نه، خود مصاحف را آتش زده، خود قرآن ها را آتش زده. حرف در اینجا هست. و خود جناب خدمت شما عرض کنم جزری در النشر فی العشر که در علم قرائت اجازه بدید در اون کتاب آورده، اجازه بفرمایید، میگوید مردم فکر میکنن این قرائات سبعه یا قرائات دهگانه که امروز بین مردم معروفه، این اختلاف قرائات صحابه هست. این اختلاف قرائات صحابه نیست، این اختلافات در خود مصحف عثمان هست. مصحف زید بن ثابت را آورد، او را رسمی درست کرد، و در خود این مصحف که این را 7 نسخه ساخت، به مکه فرستاد، به یمن فرستاد، به بحرین فرستاد، به بصره، به کوفه، به مصر فرستاد، به شام فرستاد. در بین این نسخه ها بعداً چون در شهرها اینها پخش شد، در بین خود این نسخه ها این اختلاف در همون نسخه است. اون قرائاتی که در زمان پیغمبر بوده او را عثمان همیشه آتش زد. حرف در اینجاست آقا. ما نمیگیم که روایات تن را شما خوب متوجه بشین، تن این نیست که روایاتی احادیثی که در شرح مدح اهل بیت بود اونا را آتش زد. حرف اینه که خود قرآن ها را آتش زد، و این نص خود صحیح بخاری است. برای این حرف من حرف جناب عالی زمین تا آسمان فاصله هست. دو جمله بنده اجازه بدید. بله بفرمایید. بنده نگفتم آرام، دقت کنید، آرام، من که از اینجا فرار نمی کنم. میگم احادیثی که در کنار آن مصحف، نگفتم احادیث را آتش زدن، میگن مصحف هایی بوده
آجی آقا اختلافات بین مصاحف، همین عرض در این اختلافات بین مصاحف در چی بود؟ فقط در این بود که بعضش حاشیه داشت بعضش حاشیه نداشت، یا اختلاف در خود مصاحف بود؟ عرض در اینجا هست. بفرمایید. حالا 2 دقیقه اجازه بدید. همین 2 دقیقه اگر عرض بنده اشکال داره باز همون حاشیه را خواهید زد. این مصحف ببینید جناب عمر چه گفته؟ گفته که سوره احزاب بیش از بقره بوده. بله. توجه فرمودید؟ بله. منظورش چی بوده؟ اگر آرام بریم جلو تمام ابعاد روشن میشه. منظورش چی بوده؟ کدوم؟ جناب عمر میگفته که سوره مبارکه احزاب بیش از بقره بوده. اگر از عمر میپرسیدی کدوم صحیفه داشته و کدوم نداشته، بالاخره اگر امروز عمر صحبت بکنه، آرام صحبت بکنه، ما اینطوری میگیم بیشون، میگیم آقا جان شما میگید که این سوره به اندازه بقره بوده، خیلی خوب، اون که دارای سوره احزاب بزرگ بوده کدوم نسخه است؟ عنایت بفرمایید. جناب آقا شما سوال حقیر را پاسخ بدین. شما میفرمایید ببین تا واضح بشه آقا، اختلاف در بین مصاحف در خود ترتیب آیات و در خود کلمات آیات بوده، یا اختلاف در بین مصاحف آنطوری که شما میفرمایید در حواشی بوده و در پرانتزها بوده؟ کدامش بوده؟ احسن. خب الان خوب شد. اگر اینطوری اجازه بدید هم بینندگان عزیز میتونن چیزی گیرشون بیاد، هم بنده میفهمن فرمایش حضرت عالی چیه. این سوره هایی که نازل میشد به پیغمبر، این رو شب 1 جلسه، روز 1 جلسه به علی بن ابی طالب املا میکرده، همراه با تعویل و تفسیر و بطون و وجوب. یکی هم به صورت املاء رسمی بود، تا 12 نفر نوشته شده است که اون آقایان می نوشتن، اینا کتاب و وحی می گفتن. بعضی ها همونطوری که خودتون هم شاید دیده باشید، بعضی ها پیش پیغمبر آیه را مثلا مثلا ان الله علیم حکیم رو ان الله سمیع بصیر می نوشتن که پیغمبر ایشون رد کرد. این نوع اختلافاتی که آقایان ایجاد کرده بودند، نه علی بن ابی طالب نه پیغمبر، آقایانی که به قول معروف علاقه نداشتن این آیه اینجا بمانه، اون آیه اونجا بمانه، اینها کوشش کردند در ترکیب سوره ها جابجایی آیات تغییراتی بدن. حتی خود پیغمبر جز مسلمات فرموده چرا شما نوشتید ان الله سمیع بصیر، مگر من نگفتم ان الله علیم حکیم؟ این تغییرات در حدی در فضای آقایان خلفا بیشتر بوده که جناب عثمان از فضای قدرتی خودش استفاده کرده که بگه آنچه که پیش من هست این سالمه، اون آیاتی اون نسخه هایی که دارای تغییرات هست اونو ما قبول نداریم. ما عرض میکنیم نسخه علی بن ابی طالب. آقا شما اجازه بدین شما دور بمونید، باز جواب سوال حقیر را بفرمایید. آقا این نسخه ها را که عثمان آتش زد، نسخه های قرآن کریم را که آتش زد، فرق اون با این نسخه فعلی که موجود هست آقا در چی بوده؟ اون نسخه ها فقط حدیث داشته، فرقش این بوده یا نه فرقای دیگری هم بوده که اونها از بین رفت؟ بفرمایید این نکته اساسی، نکته اینو بفرمایید. یکی از عوامل این بوده که احادیثی که در تعویل آیات نازل شده بود، یکی هم اون چه که اشاره کردم قبلا یا تصریح کردم که آقایان به مصلحت خودشون آیات را کم زیاد میکردن. عرض کردم جناب عمر خودش گفته نسخه واقع از البته از عایشه هم پرسیدم بس چی شد اون آیاتی که شما تایید کردید؟ عمر گفته این چنین، شما عایشه هم گفتید این چنین. گفته عمر آیات اضافه را داده بود به من، بخشید آیاتی که در قرآن فعلی ثبت نشد داده بود به من، موریانه خورد. شما جواب سوال حقیر را نمیدین آقا. اون سوالی که من میپرسم جواب اونو نمیدین. علا کل حال آنچه که واضح و روشن آقا و آنچه که فهمیدم که سوال شما این بود چقدر فرق داره، عرض کردم فرق داشته. بعضی ها همین سوره احزابی که آقایان گفتم بزرگه، آیات را جابجا کرده بودن، سوره ها را جابجا کرده بودن، ترتیب را جابجا کرده بودن. عثمان هم مستمسک داشت. به علاوه از که عرض کردم که روایاتی هم در مدح اهل بیت در وجود بوده. این همین حرف آقا که شما میگه روایات بوده در اون، این من قبول ندارم آقا. این حرف هیچ سند اگر سندی رو چشمان من، اما آنچه که در کتب آمده در مصاحف اختلاف مصاحف آمده، این آقا مثلا این آیت یا ایها نبی
بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. این در نسخه عبدالله ابن مسعود یا ایها النبی بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی. خب این هیچ کسی نگفته که این روایت بوده. ابن مسعود این روایت رو اونجا داخل پرانتز نوشته. اینو بعداً آمدن علما گفتن و الا اون چیزی که خود در مصحف ابن مسعود بوده مردم روایت کرده اند در روایت موجوده فی علی بوده. نه این که در اونجا آجا خدمت شما عرض بکنم که این کسی گفته باشه در خود روایت کسی گفته باشه که این حدیث بوده تفسیر بوده که این در حاشیه بوده. اینو کسی نگفته. این توجیه بعدی ها هست و الا اون چیزی که در خود روایت این آقای الله یاری نیاز هست به این کتابی که این حقیر نوشتم منتشر کردم و این کتاب اسمش جفر امام علی است. 64 روایت اونم البته 514 روایته. همه اینها رو ادغام کردم بدون تکرار شده 63 روایت معتبر شیعه که از اهل سنت هم نقل کردم. غیر از اهل سنت 63 روایت از اهل بیت نقل کردم از 514 تا روایت. خب چی روایت چی گفته آقا؟ روایت چی گفته از طریق اهل بیت علیهم السلام؟ احسن اینها فرمودن که یک نسخه از قرآن جامع بود، با تفسیرها بود، با توجیهها و وجوه بود. امینه اگر شما برای من ثابت بکنید آقا که امین نص روایت امین باشه روی چشمان من قبول میکنم. نسخه های دیگر امروز در دست مردم نیست به خاطر اینکه عللی عواملی باعث شده جناب عثمان تشخیص بده اون نسخه‌ای که از همه اینها به قول پیدایش شده هیچی به قول امروزی ها میگن که دستی نخورده به دست آقای عثمان نوشته شده، فقط اینو نگه داشت چون اون آیات رو مستمسک داشت از بین ببره. بله امین حرف من در همینجاست که شما فرمودین آقا که در این روایات این آمده که این مصحف تفسیر داشته. اگر امین قضیه در روایت امین باشه حرف روی چشمان من اون روایت را این حقیر هم دیدم آقا. اما خب حرف در اینجا هست دیگه، از این بیشتر من چی نمیدم. خود شما خواهش میکنم یک بار دیگر به این روایت مراجعه بکنید. اگر همین کلمه در اونجا باشه که فرق مصحف در این بود که اون مصحف تفسیر داشت این مصحف تفسیر نداره روی چشمان من، اما اگر همین مطلب نباشه بعد حرف من درسته و شما باید حرفتون رو پس بگیرید. درسته آقا؟ تأخیر درست نیست. بله. عرض کردم که این کتاب من میخواد بگه علل عواملی یا بفرمایید مستمسک هایی عثمان داشته. یکی این که شخص عمر گفته آنقدر سوره ها جابجا شده، مثلا احزاب اینقدر کوچیک شده، ایشو گفتن احزاب اینه، اگر غیر از ایناست من قبول نمی کنم. دو این که فضائل اهل بیت بوده در دست بعضیا اونا رو قبول نکرده. بنده عرض میکنم جابجایی در نسخه ها زیاد بوده. یکی از عواملش هم اون چیزی که عرض کردم بوده، یعنی این که فضائل اهل بیت ضمیمه شده بود به حاشیه این یادداشت ها. عرض بنده این بود. همینه دیگه که این حاشیه بوده آقا، حاشیه بوده یا متن بوده. اگر شما ثابت کردید از حدیث شیعه که فرقش در حاشیه بوده نه در متن و ثابت بکنید یا از حدیث اهل سنت که فرق فقط در حاشیه بوده و اسقاطی صورت نگرفته، روی چشمان من نوکرش. نه البته نه اینم اضافه کردم. سوره های مثل احزاب عرض کردم، سوره های مثلا سوره وضحی علم نشره میگفتن یک سوره بوده، بسم الله در وسط نبوده. بین علم ترى و سوره قریش بسم الله نبوده، یک سوره بوده. این مسائل رو در تاریخ آوردن، اینها هم بوده. امین عرض کردم آقا همین کلم شما یک روایت بیارین، یک روایت روی چشمان من قبول میکنم که فرق فقط در این بوده. این اضافات شما میفرمایید اینا حاشیه بودن. این اگر باشه یا تفسیر بوده یا روایت بوده روی چشمان. اما همین چیز نه شیعه گفتن نه سنی. این توجیهاتی هست که بعدنا درست شده آقا. حقیقت اینه کسی اگر انصاف داشته باشه بر روایت مراجعه کنه، روایت خیلی واضح و روشن، هم روایت شیعه هم روایت سنی این مطالب را نداره. اینا فقط بعداً آمدن گیر کردن که این از این طوری برای عثمان یک شرط درست کرد. باور حضرت علی، نظر حضرت علی بنده کار کردن. اتفاقا همین نظر حضرت عقیل، نظر کلینی هست، نظر مجلسی هست. این نوشته های حقیر رو حتما مراجعه بفرمایید قطعا با اطلاع بعدی.